حاجی کامران که با تخلص کل تاجیک شناخته شده است، یکی از بلاگرهای معروف تاجیک است که در روسیه فعالیت می‌نمود و مسئله‌های حقوق مهاجران و از جمله محافظت حقوق مهاجران تاجیک بر ضد کارفرمایان بی‌عدالت مشغول بود. در گذشته کل تاجیک در ولایت مسکو با اتهام تمجیدی و آدمربایی دستگیر شده بود. در اساس نشرهای رسانه‌ای مناقشه از جانب یک دختر تاجیک سبب گشته است و بعدتر مقامات او را با عیب‌های جنایی به حبس پیشکی گرفتند. در بعضی مراجعتنامه‌ها بلاگران دیگری تاجیک نوشتند که کل یک قربانی پدسته و قلبی یا سنجش نادرست شده است، یعنی قرار بود که بر اساس دعواهای نادرست او را با اتهام جنایی کشند. تاجیکستان و روسیه دو کشور است که میلیون‌ها شهروند تاجیک برای کار و زندگی به روسیه می‌روند و برخی از آنها در جنگ‌های بیگانه از جمله در نزاع‌های روسیه علیه اوکراین نیز کشته شدند. اما تا امروز اسم کل تاجیک را کسی در روی خط نخوانده بود. در جنگ بین روسیه و اوکراین که از سال 2022 تا کنون ادامه دارد، شمار از شهروندان تاجیکستان به طور اساساً توسط ارتش روسیه کشته شدند و بعضی جسدهای آنها را به وطن انتقال دادند. همچنین چند تاجیک بی‌درک یا گم شدند. صبح امروز 15 دکبر جسدی به جان کل تاجیک را از ملک روسیه به تاجیکستان انتقال دادند و امروز 15 دکبر جنازه این بلاگر تاجیک در دهه گلدره زادگاه پدریش برگزار می‌گردد. خدا رحمت و مغفرت کند. به نزدیکانش صبر جمیل می‌خواهیم. واقعاً کل تاجیک یکی از انسان‌های مهنت دوست بود. از این یک شخص خیرخواه حساب می‌یافت. خداوند خیرهای کرده‌اش را در نامه اعمالش ثبت نماید. به نام خداوند بخشنده و مهربان و نهایت بارحم. السلام علیکم دوستان عزیز، امیدوارم شما خوب هستید. بر شما سلامتی خواهان هستم. دوستان، امروز صبح به هر یکی ما و شما معلوم است و بسیاری از ما و شما در رسانه‌های اجتماعی خبر درباره مرگ و از دنیا گذشتن یک برادر ما و شما، برادر غریب و برادری که همیشه برای غریبان و همیشه برای مهاجران و همیشه برای مردم تاجیک خدمتش رسیده است و این خوبی هایش را هیچ کس فراموش نمی کند، زیرا از خوب باغ و از بد داغ میماند میگویند. و این برادری که نامش تنها در زبان ما و شما میت گردید، مرحوم گشت، یعنی که هر یک انسان وقتی از دنیا میگذرد نام او نیز گم می شود، یعنی که ما او را میت میگوییم. یعنی که برادر خداوند رحمت و مغفرتش کند، حاجی کامران، یعنی که با تخلص کلیت تاجیک مشهور است در سامانه‌های اجتماعی. وقتی کلیت تاجیک میگوییم بسیار انسان ها میشناسند و اون کسایی که خوبی های این شخصیت را دیده اند هیچگاه خوبی هاش را فراموش نمی کنند و فراموش نمی کنیم. و از شما خواهش آن را دارم که میت مرحوم وقتی از دنیا میگذرد فقط انتظاری دعا و قرائت ها و آیت ها و سوره های قرآن است که بخوانند و در حقش بکنند و فقط خوبی هایش را تعریف کنند. البته وقتی ما خوبی هایش را تعریف میکنیم، در حقش دعای خیر میکنیم، سوال جواب و اینچنین ثواب تا روز قیامت بر این شخصیت میرسد. دوستان عزیز، خوب معلومات پورا را ما از صفحه ناگانی تیوی یعنی که از رستم عظیموف گرفتیم و خواستم که در این باره معلومات پورا شما نیز بگیرید و در سامانه‌های اجتماعی به هر یک ما و شما معلوم است بسیاری از ما و شما بعد از این سخن‌ها و بعد از این نوارها خبرها را دیدیم. فقط دوستان یک چیز را فراموش نکنید که بزرگترین مصیبت برای او شخصیت از دست دادن فرزندش است. ما برای پدر و مادرش، برای زن و فرزندهایش، برای اهل عائله و خویش و تبرانش صبر خواهان هستیم، زیرا رزق انسان را خداوند می‌دهد. وقتی فرزند این قنات هر یک شخصیت است، پدر این ستون خاندان است که وقتی پدر رفت، وقتی پدر از دنیا گذشت، الکی قوت تو میان تو میشکند. این را شخصا نمیفهمند که الکی پدر خود را از دست دادند. یعنی با این برادرمان خداوند متعال رحمت و مغفرتش کند و بعداً مشکلی های عذاب قبر را برایش آسان گرداند و اینچنین بر پدر و مادر
صبر خواهان هستیم. اگر صبر کنند انشاءالله پاداش نیک در آخرت خواهند گرفت. و دوستان از شما نیز خواهش آن را دارم که در حقش دعای خیر کنید. هیچ نباشد وقتی خود را لحظه تنها 10 ثانیه صرف نگویید که پروردگارا همین شخصیت را، یعنی که کامران شاه را، حاجی کامران شاه را خودت رحمت و مغفرت میکن. هیچ از ما هیچ یگان قوت و توانایی نمیخواهد گفتن این جمله ها. تنها همینش بس است که ما تنها گوییم که خداوند رحمتش کند و از خطاهای و گناهایش بگذرد. خب دوستان خود را احتیاط کنید. نوار آخر بود درباره این برادرمون که دیدید الکی به خاک سپردند و بسیار انسان ها در جنازه اش اشتراک کردند. بگذار از هر یک ما و شما نامی نیک، نامی خوب، یعنی که باغ باند نه اینکو داغ. برای همین انسان وقتی که بزرگ می شود، انسان به یک کس کمک خود را می رساند، البته از او انسان فقط باغ می ماند و خلاص. در حیات چنان زندگی کنیم که ما باید هر یک شخصی که قبری ما را می کند از کاری کرده ما، از خوبی های ما، از هر عمل هایی که برای منفعت مردم بود، از همین حالت ها گریه می کند، نه آنه که قبری ما را کند و گوید که هرچی ما از این خلاص شدیم. این برادرمان حاجی کامران شاه بهترین شخصیت بود که من نوارهایش را دیدم. بسیار خیرها کردن، بسیار با بسیار جایها آب آوردن. یعنی من گفتنی هستم که تنها برای مردم خوبی کرد و خلاص، بعدیش را بر خدا حواله کردیم. خداوند خودش ذات مهربان است، انشاءالله که میبخشدش. بر همه شما سلامتی، تنسیتی، خانه آبادی خواهان هستم. در پناه عظمت خداوند باشید.